السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آیا شما به قبرستان گذر کرده اید؟ مگر مرده ها همه آدمانی پیرند؟ شخصی نادان نمی‌داند که کی اجلش می آید، پس برای چی به خود اینقدر باور دارد؟ انسان ضعیف بعضاً وقت قلب خود را نمی‌داند، ولی چگونه قلبم باز تازه میگوید. مادر پدر گویان فریاد کرد عمر، اما هیچ یک آواز نشنید. اوف، اینها باز کجا شدند؟ عمر در مهمانخانه را گشاده بیند پدر و مادرش نماز ادا کرده ایستاده‌اند. هرگاه آنها به من لازم شوند نماز میخوانند. از نمازخوانی چی میگرفته باشند؟ در قلب باشد، در قلب. خلاص من به بیرون میروم، گفت و سیگارتش را به جیبکش انداخته و بیرون برآمده رفت. در بیرون او را مثل خودش یک دوستش انتظار بود. چرا اینقدر دیر کردی؟ تو را انتظاری کشیده زیق شدم. ای شد اکنون بسیار گپ نزن، برآمدم کو، گفت با آهنگ غلط و به ماشین دوستش نشست. به نهایت با غضب بود. مایلش تیزتر رویم. احمد زنگ زده گفت که در کلوب خانمان قشنگ جمع شدند. عمر پس از این سخنان خرسند شد. این طور باشد آنها را پزمان ندهیم، سرعت را بلند کن، گفت عمر در اصل همین طور بود. دختران را بسیار فریب میداد، سیگار میکشید، بعضاً عرق، پیوه و دیگر ماده های مست کننده را می نوشید. از باره آخرت باری هم فکر نمی کرد. ایمان انسان در قلب می شود، می گفت با طرز زمانوی. وقتی عمر با دختران عیش و عشرت می کرد، مادر و پدرش در خانه غم جگربندشان قلب آنها را خون می کرد. آنها با فرزندشان سنجیده شده بودند. سنجش آنها بود. از غم فرزندشان در یک لحظه در موی سر آنها سفیدی دمیده بود. تمام خانه را بوی عطر عمر زیر کرده بود. در تربیه فرزند در کجا خطا کردم گویان از الله زاری میکرد پدرش. مادرش باشد و فرزندش هدایت و انصاف پرسیده دعا میکرد. ساعت شبانه از یک گذشته بود. پدرش کیها به خواب رفته بود، اما مادرش چون هر وقته عمر را انتظار بود. فرزندش تا نهایت قلبش آرام نمیشد و به چشمانش خواب هم نمی آمد. چیکار کرده ایستاده باشد؟ باز شراب نوشیده بیاید می؟ یا در یگان جنجال همراه نشده باشد؟ الله هم این فرزند تا نصف شب در کوچه چیکار میکرده باشد؟ با این خیالها مادرش انتظاری کشیده خوابش برد. در اصل عمر در آوان کودکیش بی نهایت به انتظام و با اخلاق بود. پدر و مادرش با یک چند سوره ها و دعاها را حفظ کنانیده بودند، اما با برابر کلان شدنش با پسران بیزاری همراه شده، عمر نیز از راه راست بیرون می رفتگی شد. آخر عاقبت با این کوچه تنگ و تاریک وارد شده بود. سحر شد. پدر و مادرش به نماز بامداد بیدار شدند. مادرش زود به سوی خانه عمر رفت. عمر آمده خواب کرده بود. به الله حمد گویان چیزی نگفته برآمده رفت. پس از ادای بامداد با مشغول کار خانه شدند. عمر باشد هیچ از خواب بیدار شدنی نبود. پیشین نیز گذشت. مادرش از ترس او را بیدار نکرد، اما در آخر مجبور شد. آهسته در را گشاده به خانه اش در آمد. از خانه بوی سیگار می آمد. پسرم، روز کیها دیر شده است، از خواب بیدار شو،
خیز دست و رویت را شسته تازه کن. گویان تیریزه های خانه را کشاد. عمر باشد از این طرف به آن طرف پهلو میزد. اوف مادر، سرم کفت میگوید شما باشد مرا بی‌ذاته میکنید. گپهای شما را عموما برداشت کرده نمیتوانم. از خانه برایت. گویان فریاد زد. مادرش باز رنجور کشیده از خانه برآمد. این را پدرش دیده با عمر روبرو نشوم گویان از خانه برآمده رفت. به مسجد رفته با برادرانش صحبت کردن را خواست. وقتی راه می رفت خود را داشته نتوانسته گریه کرد. به مثل عمر ابن خطاب فرزند باشد گویان نام پسرش را عمر مانده بود. میخواست مثل عمر رضی الله عنه عاشق الله باشد فرزندش، اما افسوس برعکس. عمر از دین دور بود. در کوچه بیرون به مثل بیدین ها میگشت. از لباسش سر کرده تا سخن قبیحی که از دهانش بیرون میشد به اسمش خاص نبود. اما پدرش از الله امید کلان داشت. دعا کرد و آب چشمش را آهسته تازه کرده راهش را دوام داد. عمر به زور از خواب بیدار شده دست و رویش را تازه کرده به آشخانه نزد مادرش رفت. در نزد میز نشسته بسلام علیک، چی دارد برای خوردن؟ من گرسنه‌ام گویان به سوی مادرش ندا کرد. مادرش اینجیقی فرزندش را دانسته یک چند نمود خوراک آماده کرده بود. پسرم خوب هستی؟ سرت گفتنی بود که عمر این لحظه فریاد زد. مادر، سرم میکفد گفته ایستادم. چرا هر زمان میپرسید؟ من خوراک میپرسم. چند مراتبه گفتم که به سوالم جواب دهید. از چشمان زن اشک‌ها جاری میشد. با رومالش چشمانش را تازه میکرد. من رفتم. هر زمان به عصبم رسیده تلفن کردن نگیرید، گفت عمر. سپس پدرش در آمد. گریه کردن زنش را دیده صبر کردن نتوانسته دستانش را به دعا گشاده از الله پرسان شد. ربم، پسرم را به اسمش ماس کن، یا که به اسمش ماس غلام کن، یا که حالا او به گناه وزنین دست نازده او را به نزد خود گیر. مادرش زود به شوهرش نگاه کرده نه، این طور نگوید، او به ما لازم است. آخر او فرزند یگانه ما است کو. به ایست گریه میکرد. عمر با دوستانش به کافه رفته در آنجا کلیان کشیده کیف و صفا میکردند. دوستی رو برویش به او نظر کرده عمر، عروست کنی، چرا او را نآوردی؟ عمر باشد خندیده جواب داد. کدامش را میگویی؟ دختر روس را یا از خودمان بوده اش را؟ شیطان در گوشش پیچی راست کنان آفرین میگفت. با دختران گپ زدن در یک وقت با چند دختران عیش و عشرت کردن را عمل ارزنده مناسب میکردند گویا. از کافه برآمده به دیسکوتک رفتند. با چند دختران اوریان به رقص کردن شروع کردند. همین روز از حد زیاد شراب استعمال کرده بود. نزدیک به وقت سحر به خانه برمیگشت. امام مسجد نیز برای ادای نماز بامداد به مسجد روانه بود. عمر را دیده خفه شده پرسید پسرم، نام تو چی؟ این چی احوال داری؟ به نام من تو چی کار داری؟ تو به من چی کار داری؟ رو نمازت را خوان. نامم عمر. عمر شد. امام به اون نصیحت کردن را سر کرد. از این کار دست کش. مرگ است، آخرت است. این عملهایت به الله خوش نمی آید. توبه کن. کدام مرگ را میگویی؟ من حالا جوانم.
به من بلا هم نمی رسد. گویان راهش را دوام می داد. به خانه رفته در را لغت کوب کرد. مادر، پدر، گویان فریاد کرد. پدرش برآمده با گشادن در عمر جهیده به خانه در آمد. اینقدر گشادنتان دشوار شما را کنی خانم ختیجه؟ با آمدنم گپهایش را سر نمی کند باز. مادرش باز گریان از خانه برآمده آمد. پسرم، جان فرزندم، بس بودگیست اکنون. صبر ما نیز تمام شد. از حیات ما را سیر کردی کو؟ عمر: حالا من شما را از جانتان سیر کردم مگر؟ مادرش را زدنی بود. پدرش از دستان او داشت و بر رویش ترسکی زد. عمر سرخ شده به غضب در آمد. به من هیچ کس لازم نیست. حتی شما نیز به من لازم نیستید. در این خانه به شما جای نیست. از خانه برآمده روید. گویان آنها را به بیرون برآورده پیش کرد. پدر و مادرش پیر شده بود. از حال مانده بودند. عمر باشد در عین پرقوتی قرار داشت. زور آنها به عمر نمی رسید. در وقتی مست و الستیش چی گفته چی کار کردنش را تماما حس نمی کرد. از چنین پدر و مادر مثل گل چگونه فرزند ظالم به دنیا آمدنش ممکن است؟ الله هم چگونه سنجش است؟ گویان به ایست گریه می کرد مادرش. از این داد و فریادها آرامی همسایگان نیز شکسته بود. در عین پیری اکنون راحت فرزند را می چشم گفته در کوچه ماندند. اما حالا در دنیا عاقبت انسانی برباد نرفته است. به خانه ما بیاید. گویان یک دو همسایه به پایان فرآمدند. برای کدامش سوزد بیچاره پدر و مادر؟ برای از خانه بیرون شدنش یا برای این گونه فرزند جاهل تربیه کردهش؟ این وقت دل مادر زار سیخ میزد. یاری تعجیلی فریاد کردند و او را به بیمارخانه بردند. عمر باشد در خانه تنها و شیطان باشد به گوش او به ایست پیچی راست میکرد. تلفنش را گرفته به دختر زنگ زد و او را به خانه اش دعوت کرد. عین مدعا بود در خانه کسی نیست. عصبهایش نیز به خود نبودند. کیفیت را باید میبرداشت. تا آمدن دختر عمر با این احوالش باز چند پیاله شراب نوشید. اکنون تماما کرخ شده چشمانش پوشیده میشد. به ساعت چشم اندازد ساعت 3:53 سحر بود. مهمانی دعوت کرده اش را فراموش کرده در جای نشسته اش با خود گپ زنان خوابش برد. عمر آواز ناشناس را میشنید. چی بود این؟ با مثل صدای رعد و برق گوشش را سوراخ میکرد. تاریکستان ظلمات بود. در کجایم؟ چی شده ایستاده است؟ میگفت به خود. آهسته از جایش برخاست. قدم زنان راه رفتنی بود که به کتفش دستی کسی رسید. فکر کرد که دختر دعوت کرده اش آمده است. وقتی به قفایش برگشته نظر کند یک مخلوق بد هیبت را دید. چی بودن وی معلوم نبود. مخلوق عمر را به زمین خوابانیده دو دستش را در کتف وی گذاشت. مخلوق سیاه با عمر نظر کرده خنده ترساور میکرد و چخور چخور نفس میگرفت. از دهانش چنان بوی غلیظ می آمد که کسی طاقت آن را نداشت. او به عمر نزدیک میشد. عمر باشد خود را دور میکرد و نهایت با آواز گوش خراش عمر گفت. دل عمر تیز تیز میزد.
در حیاتش از کسی اینقدر ناترسیده بود. باز یک مراتبه دیگر تکرار کرد: عمر، تو کی هستی؟ چی میخواهی؟ سر ده مرا، میگفت عمر. عمر التجا میکرد. پیشتر چگونه وجاهت داشت؟ همه از او میترسید. با کسی التجا نکرده بود. من دوست تویم عمر، مرا نشناختی؟ یک ثانیه باشد هم مرا از خود دور نکردی. دائما با من بودی. اکنون در این دنیا نیز من با تو می باشم. من به مثل تو دوست ندارم. رو از نزد من. به مثل کودکان گریه می کرد عمر. از جایش برخاسته گریختنی شد. دوست تویم عمر، گویان مخلوق دستانش را کشاده نزد او روان شد. در این حالت باز بد هیبت نمودار می شد. عمر گویا زبانش را فرو برده بود. به سوی آسمان نظر کرده دستش را کشاده دعا می کرد: الله هم التجا دارم، مرا رها کن. چی ها می گویی عمر؟ ها ها ها. تو در دنیا گفته مرا می کردی، اما گفته الله را نکردی. من چیزی گویم گفته مرا اجرا کردی. اکنون آن نیز به تو کمک نمی کند. چیکار کند عمر؟ از کی کمک طلب کند؟ در بدنش مدار نمانده بود. از پیشانه‌اش عرق جاری بود. رویش از ترس سفید شده بود. عمر، به پیشم بیا. شراب نوش گفتم، نوشیدی. به دختران نظر کن گفتم، نظر کردی. رفته به آنها صحبت کن، شهوت کن. سخنان فحش گپ زن گفتم، گپ زدی. دشنام ده گفتم، دشنام دادی. به پدر و مادرت دغل گپ زن گفتم، به سوی آنها فریاد زدی. نماز را نخوان، حالا تو جوان گفتم، نمازت را ادا نکردی. گپم را دو تنا کرده بی ممانعت آن را اجرا کردی. نخواد اکنون مرا نمیشناسی. هرگاه شراب می نوشیدی، من به درون تو با آن شراب می در آمدم. با دختران هرگاه تنها می ماندی، من در بین شما دائما بودم. و پدر و مادرت فریاد کرده دست می برداشتی. از پیشانیت من بوسه می کردم. سخن فحش می گفتی، پشت تو را من سیله می کردم عمر. من کردم اینها را. من در نزد تو بودم. تو را من تنها نگذاشتم عمر. باز من با تو همراهم. عمر گریه می کرد. دادگویان گریه می کرد. نه، نباید این خیل باشد. این دم آواز دیگران نیز به گوشش می رسید. سخنان انسانها، داد و فریاد، صداهای بلند. عمر برگشته به سوی آنها نظر کرد. همه در یک جا نظر کرده می ایستادند. بعضی ها گریه می کردند. بعضی ها پیچی راست چیزی می گفتند. به کجا نظر کرده ایستادند گفته عمر نیز به آن طرف نگاه کرد. این چی است؟ چی ها شده ایستاده است؟ عمر چگونه در دیوان خوابیده بود، در همان صورت جسد آن در بالای دیوان خواب است. فرق در آن بود که دلش نمیزد. جان از بدن برآمده رفته بود. ها، عمر فوتیده بود. کی است این در اینجا خوابیده؟ من در همین جایم. ای مردم، من در نزد شمایم. چرا گریه میکنید؟ به من نظر کنید. میفهمید آیا؟ اما کسی او را نمیشنید. انسانها با خود سخن میگفتند. افسوس، جوان بود حالا. پدر و مادرش از دست او رها شدند. عمر به گوشهایش باور نداشت. تو چی ها میگویی؟ کی جوان رفت؟ کی مرد؟ من در نزد شمایم آخر. یاری تعجیلی نیز رسیده آمد.
سر و روی عمر کبود شده، خانه از بوی سیگار و شراب چنان بدبوی شده بود که کسی وارد شده نمیتوانست. عمر از اصل واقعه خبر نداشت. در یک لحظه خود را در مرده‌خانه دید. در بالایش پدر و مادرش گریان بودند. مادرش فغان میکرد، پدرش باشد او را به عذاب قپیده می ایستاد. پسرم، فرزندم، چگونه مرا پرتافته رفتی؟ آخر تو حالا جوان بودی، دیروزه کودک نورس بودی. پسرکم، اینجا خیلی سرد می باشد، تو چگونه در اینجا میمانی؟ با همشیره ها و دختران مادرش التجا میکرد که اینجا خیلی سرد است، فرزندم خنک میخورد، التجا میکنم او را از اینجا رها کنید. ناله میکرد مادرش. عمر مادرش را دیده به آغوش گرفتنی بود. گریه نکنید مادر جان، من در همین جایم. اما او را کسی نمیدید و نمیشنید هم. وقتی شستن جسد عمر آمده بود، عمر از این طرف به آن طرف راه میگشت. حالا نفهمیده بود که به او چی حادثه رخ داده است. از دیگر طرف باشد آواز خنده و قهقها میشنید. کمی دیگر ماند عمر، کمی دیگر. چقدر آواز ترسان و گوشخراش بود. آواز یک طرف ایستاد. برای ترساندن عمر نفس آن بسندگی بود. برای شستن او به خانه امام در آمده آمد. این همان ایمانی که به عمر نصیحت کرده بود. با دیدن امام شیطان دور شد. انا آمد. مرا دائما پیش میکند گویان به سوی امام اشاره کرد. پس آهسته امام را وسوسه کردن را شروع کرد. چقدر جسدی بدبو، در بویش طاقت کردن نمی شود. تو نشو این را. امام شیطان را نمی شنوید، اما در قلبش برای شستن این کسی دیگر را دعوت کنم آیا می گفت. چون که در حقیقت از بوی در خانه بوده طاقت کردن نمی شود. شیطان باشد وسوسه خود را ادامه می داد. احوال این را بین، در زندگیش چی ها کرده باشد این. عمر همه واقعه را نظر کرده می ایستاد. پس وسوسه شیطان همین گونه می شده است مگر؟ امام روی عمر را کشاده بسم الله الرحمن الرحیم گفته به قفا یک قدم گذاشت. چون که در حیاتش به مثل این جسدی تیز پوسیده را ندیده بود. در وجود عمر آب طهارت نارسیده، پیشانه‌اش سجده را ندیده‌اش نمایان بود. زود با آب شستن را سر کرد، با دعا شست. جسدش اینگونه باشد، روحش در کدام احوال قرار دارد گویان فکر میکرد امام. شسته شده به کفن پیچانیدنی بود. کفن نارسایی کرد. ای واه، این چی حال است؟ آیا کفن هم نمی رسد مگر؟ با یک عذاب آن را پیچانیدند. عمر در درون تابوت بود. پدر و دوستانش او را برداشته می رفتند. این تابوت اینقدر وزنین بود که از پیشانه پدرش آب جاری شده بود. عمر به سوی همه نظر کرده فریاد می کرد. التجا دارم، این طور نکنید، این هزل و شوخی گوید. کسی نمی شنوید. چشم عمر باز به تابوت رسید. در بالای تابوت سگی سیاه می ایستاد. این باز چی بود؟ داند که این سگ نفس عمر بود. قبرش را دیده باز به دهشت افتاد، چون که در آنجا یک ماری به هیبت او را انتظار بود. التماس این طور نکنید، من توبه میکنم، التجا دارم مرا رها کنید، من آدم خوب میشوم. اما چی سود؟ اما افسوس با آخر راه رسیده بود. او را به قبر گذاشتند. عمر ناگهان چشمش را در قبر کشاده او به بدن خود آمده بود. در بالایش خاک می پرتافتند.
نه، مرا رها کنید، مرا از اینجا برآرید، من توبه میکنم. میگو من حالا آماده نیستم. پدر جان، خاک نپرتاید، ایستید. تاریکی با خاک به ظلمات مبتلا میشد. رفته رفته صداها کم شده، آدمان پراکنده شده رفتند. در آخر امام تنها ماند. ای عمر پسر حسن، تو مردی. عمر نفهمید. ای عمر پسر حسن، تو وفات کردی. عمر هیچ چیز را نمیفهمید. امام مراتبه سیوم تکرار کرد. ای عمر پسر حسن، تو مردی. نهایت عمر چی شده اش را فهمید. چشمانش را از ترس کلان کلان کشاد. از قبر برآمدنی بود، اما سرش را به دیوار قبر زد. اکنون عمر در حقیقت وفات کرده اش را حس کرد. با عملهایش تنها مانده بود. اکنون عمر آواز این دنیا نه بلکه آواز دنیای فانی را می شنوید. صداهای میتان قبرهای گرد و اطراف، عذاب و شکنجه های آنها را، از الله التجا کردن آنها را می شنوید. سپس به نزد عمر دو فرشته آمدند، منکر و نکیر. وظیفه آنها عمر را سؤال کردن بود. به جواب آن نگاه کرده حیات عمر در قبر تغییر یافتنش ممکن بود و آغاز کردند. ای عمر پسر حسن، پروردگار تو کیست؟ خاموشی. عمر جواب داده نمی توانست. از این سوال آسان در دنیا هست مگر؟ اما عمر جواب داده نتوانسته زبانش را جنبانیدن نمی توانست. به مثل آن که زبانش مهر زده باشد. قبر باشد طرف او را زیر می کرد. سوال دوام می داد. پیامبرت کیست؟ عمر در وضعیت وزنین افتاده بود. قبر طرف تنگ شده تمام بدن عمر درد می کرد. چگونه جواب دهد؟ از درد گپ زده هم نمی توانست. البته عمر جواب این سوال ها را می دانست. در کودکی آموخته بود. از این سوال آسان می شود مگر؟ جواب می دهم فکر کرده بود. به خود باور داشت. به جز الله دیگر نبودن اله و محمد صلی الله علیه و سلم رسول بودنش را تصدیق می کنی؟ چی گوید عمر؟ لبانش نمی جنبید. اما قلبش گواهی می دهم گفته ایستاده بود. در این دنیا فقط با قلبش باور داشت. عمل و حرکتش این را نشان ندهد هم. لیکن قلبش گواهی داده بود. اما فرشته ها را چگونه باور کناند؟ فقط گواهی قلبش کفایگی می کند مگر؟ دیگر اعضایانش گواهی باید دهند. کلمه شهادت را گفته نمی توانست. شهادت خودش چیست؟ با شنیدن و دیدنم کار حل می شود مگر؟ اثبات کنی. زبانش اثبات می کند مگر؟ یا که دستانش، یا که پیشانیش، یا که زانوهایش در زبانش ذکر جای نگرفته باشد، توبه نکرده باشد، چگونه گواهی می دهد؟ پیشانه‌اش سجده را ندیده باشد، چگونه گواهی می دهد؟ دستانش زکات نداده باشد، چی را گوید؟ روزه های گرفته اش کنی، نمازش کنی، زکات داده اش کنی، قرآن خوانده اش کنی، اینها شفاعت بندگی نیست مگر؟ کدام از اینها را کرده بود عمر؟ در وقت صدا دادن اذان به من چی می گفت نفسش؟ از نماز چی می براید؟ قلبش تازه باشد.
ایمان در قلب میشد میگفت آخر. لیکن افسوس این کفایگی نمیکرد. برعکس اعضایان وی کارهای فحش و حرام او را گواهی میداد. کاش در حیاتش یک مرتبه باشد هم در حیاتش قرآن تلاوت میکرد، ثمره آیتها را همان وقت میدید عمر. در آن روز به دهان آنها مهر میزنیم، عملهای آنها را دست آنها سخن میکنند و پایهای آنها گواهی میدهند. گوش و پوستان آنها برای عملهای آنها گواهی میدهند. قرآن کریم. پس قبر او با ماران پر شدند گرفت. در گیرد سرش یک مار به ایستاب میخورد. قبر چنان گرم بود که به مثل سوخته ایستاده بود. با آخرت آمادگی ناکرده بود عمر. در دنیا به مثل یک ساعت زندگی کرده باشد نمودار میشد. هرگاه اذان میشد برای نخوانده نمازهایش مار نیش خود را به عمر میزد. عمر مرده زنده میشد. این فقط عذاب قبر، عذاب ابدی جهنم را میدانسته باشد چگونه میشد؟ التماس ربم مرا رحمت کن، به دنیا بازگردم، عمل صالح ها کنم، التجا دارم الله هم مرا بازگردان. داد و فیغان میکرد. ناگهان یک در گشاده شد. در پس در باشد جری، بحر سوزان. در چقوریش درختی خاردار زقوم نمودار میشد. تا رفت عمر سوختن میگرفت. همین دم باز یک در دیگر گشاده شد، اما اینش دیگر خیل بود، با گل، خوشبو، گلهای زیبا و درختان سبز نمودار بود. عمر به سوی این در روان شدنی بود. نهایت برای رهایی چاره یافته بود، لیکن در بین یک راه بی نهایت تار بود. کنی اکنون عبادتش در وقت خودش میشد. پل صراط از تار باریک و از شمشیر تیز. عمر به نزد صراط هم رفته نمیتوانست. به مثل بجری افتاده نمودار بود. در چشمانش پر از اشک و در بدنش جای سلامت نمانده بود. با درد بدن ناله کنان انگشت شهادت را بالا برداشت. پس از لحظه در آتش سوخته رفتنش را میدانست. برای این را دانستنش فریاد کرد عمر. الله اکبر، الله اکبر. سحر وقتی بامداد مؤذن اذان میداد. با برداشتن انگشت شهادت فریاد کنان عمر از خواب بیدار شد. در نزدش دختری مهمان بود. او به خانه آمده بنابر سبب گشاده بودن در بیملال به خانه وارد شده بود. عمر به ساعت نگاه کرد. ساعت 4:00. و عجبا، حتی 10 دقیقه نگذشته است. به مثل از بین سالها گذشته باشد نمودار بود. این چگونه خواب بود؟ الله هم به دختری در نزدش بوده نظر کرد. دختر نیز به او حیران نظر میکرد. رو گفت عمر. دختر حالا چی شد ناگفته بود که عمر باز رو گفت. رفتنت لازم، مرا دیگر بیزاته نکن گویان. با یک عمل دختر را به خانه اش گسیل کرد. عمر صحت بود، اما خوابش مثل حقیقت بود. به الله حمد باشد. شکرانه الله گویان ناله میکرد.
زود دست و رویش را شسته به بیرون دویده برآمد. مادر، پدر، شما در کجاین؟ فریاد میکرد عمر. یکی از همسایه ها تیریزه خود را کشاده: عمر، چی داد میزنی؟ والدینت در اینجا نیستند. آنها را از خانه پیش کردی. التماس، آنها در کجایند؟ گویا این عمر پیشینه نباشد. احوال مادرت وزنین شده، آن را به بیمارخانه بردند. عمر به سوی بیمارخانه دویده رفت. به مادرش حادثه رخ دهد چی میکرد؟ در سرش این گونه فکرها چرخ میزد. نهایت نفسش به گلویش در مانده به بیمارخانه رسید. با برابر در آمدنش کسی که از پیشش برآمد مادرش را پرسید: آرام باشید، خود را به دست گیرید، چقور چقور نفس کشید. گفتند طبیبان: مادرم کنی، او را من باید بینم. آرام باشید، البته مادرت را میبینی. نام مادرت چیست؟ این دم از خانه یک مسافر برآمده آمد. این پدر عمر بود. آواز پسرش را شنیده از خانه برآمده بود. پدر، گویان دوید عمر. پدرش باشد: رو از اینجا، باز به تو چی لازم گفت؟ اینقدر کارای کردگیت کم است مگر؟ باز به اینجا آمدی؟ با جهل سخن میکرد. مرا ببخشید پدر، ببخشید. عمر به نزد پایهای پدر افتاده التجا میکرد تا او را ببخشد. پدر به پسرش چه حادثه رخ داده اش را حس کرد و خودش نیز آب چشمانش را تا داشته نتوانست. پسرش را به آغوش گرفت. مادرم کنی؟ به خانه در آمدند. مادر جان. عمر مادرش را سخت به آغوش گرفت. مادر جان، جانم به شما فدا باشد، مرا ببخشید، التماس ببخشید. مادرش زود حس کرد. مادرش به سوی خیر قدم ماندن فرزندش را حس کرد. الله دعایش را مستجاب کرده اش را حس کرد و او هم به گریه در آمد. چقدر سالها باز تغییر یافتن پسرش را با مشتاق انتظاری میکشید. مادرش با تبسم به پسرش نظر کرد. رو پسرم، اکنون به نماز رو، به مسجد به نزد الله رو. عمر نیز خنده کرد. اول به مادرش سپس به پدرش نگاه کرد. در قلبش به خود خاص حضور داشت. این انسان‌های مثل گل را چقدر رنج و عذاب داد. از بیمارخانه برآمده به سوی خانه شتافت. عمر اول باید لباس آنش را عوض میکرد، بعد غسل میگرفت. زود به خانه رفته لباس تازه خود را گرفته برای غسل کردن به حمام وارد شد. از چشمانش اشک مثل دریا جاری بود. آخر برای پاک کردن عمر چقدر آب لازم بود؟ میرسید مگر؟ برای از گناهان تازه کردن به نزد محبوبش رفتن چقدر آب لازم بود؟ غسل کرد. عمر برای توبه نسوخ تیارگری میدید. لباسهای تازه را پوشید. طاقی پدرش را در سر گذاشته به آینه نظر کرد. از خود شرم کرد. سخت شرم کرد. حتی به آینه نظر کردن شرم می داشت. باز همان شیطان به نزد عمر آمد. عمر او را نشنود هم در قلبش ترس و وسوسه سر شد. این سفر شیطان به او رسیده نتوانست. از دور وسوسه میکرد. تو به این لایق نیستی عمر. شرم نمیداری مگر؟ شرابهای نوشیده‌ات حالا در ترکیب خونت تاب خورده گشته است. مگر فراموش کردی؟ نرو. تو با کدام رو به آنجا می روی؟ طبیعی که عمر اینها را نمیشنوید.
اما در خیالش این گونه فکرها تکرار می‌یافت. آهسته تاقی‌اش را کشید. چگونه می‌رفت با این قدر گناه به نزد الله؟ او یک گناهکار بود و توبه لایق نبود و یک وقتها شیطان را به خود دوست کرده بود. اما الله و شیطان برای وسوسه کردن عزم نداد. با قدرت الهی خود به قلب عمر یک تپش داد. عمر به آینه نظر کرده خود به خود: ای عمر، کدام از اینها عظیمتر است، گناه های تو یا رحمت الله؟ تکرارا تاقیش را به سر گذاشته به سوی مسجد روان شد. شیطان باشد از غضب چی کردنش را ندانسته نه گویان فریاد میکرد. به سوی مسجد قدم زنان میرفت. در قلبش 1001 هیجان احاطه کرده بود. آخر به مسجد مرتبه اول می رود. در کودکیش با پدرش رفته است خلاص، اما با اختیار خودش حالا مراتبه هم نرفته بود. برای توبه عظیمی می رفت که فرشته های زمین و آسمان شاهد می شدند. در راه نمودار می شد که گویا پرنده ها برای او می سرایند. شمال برای او شباده می زند. نهایت به مسجد رسیده آمدم اللهم آمدم. من آمدم اللهم. عمر آمد پروردگارم گویان گریه میکرد. گناه هایم را نبخشد چی؟ چون این فکر میکرد. گناه های چند ساله، حرام ها آسان بود مگر؟ بوی مشک عنبر مسجد را چخور چخور بو میکشید. میخواست زود به سجده رود و به مسجد در آمد. در مسجد کسی نبود، چون که همه نمازش را ادا کرده به کار خود برآمده رفته بودند. شاهد شو ربم، شاهد شو گفت عمر و دستانش را به دعا گشاد. برای ندانستن سوره های نماز فقط دعا میکرد. الله هم در حضور تو ایستادن این چه نعمت است. در کجا بودم اینقدر وقت؟ در پسی صنعت چگونه صنعتکار را ندیدم؟ آب چشمانش از رویش به دستانش، سپس از دستانش بر بالای گلیم مسجد می ریختند. مرا قبول میکنی ای ربم؟ فریاد کنان گریه میکرد. سپس به سجده رفت. در زبانش فقط یک کلمه تکرار می‌یافت: عفو کن یا رب، عفو کن یا رب. برای گناهانش را شستن این سخن را چند مراتبه گفتن لازم بود. نمی جنبید. با گذاشتن سرش در سجده به مثل سنگ کرخ شده بود. کسی را نمی شنوید، کسی را حس نمی کرد. این توبه نسوخ بود. فرشته ها شاهد بودند به این. هر کنج مسجد، کتاب ها، قالین ها، همه گواهی بود به این. با قلبش به حضور الله برآمده بود گویا. وقتی پیشین شد از آن گفته شد. در مسجد آدمان زیاد شده بودند. چقدر باز در سجده ایستاده ای عمر را دیده امام آهسته به نزد وی آمد. عمر آهسته سرش را برداشت. چشمانش از گریه سرخ شده، اما در چهرهش دیگر قیافه نمودار بود. توبه هم قبول شد گفت به سوی امام نظر کرده. از کجا فهمیدی؟ دست امام را به سوی قلب برد. من از اینجا حس کردم.
عمر به نهایت خرسند بود. با دنیاها نمی غنجید. پروردگارش قبول کرده بود. با این قدر گناهانش، خطاهایش نگاه نکرده، الله خوش آمدی بنده هم گفته بود. از این روز سر کرده عمر تماما تغییر یافته بود. برای شستن ظلمی به والدینش کرده را در اطراف آنها به مثل پروانه بود. راضی بود که شب و روز پایهای آنها را سیله کند. همین طور هم می. اما پدر و مادرش اکثر وقت به این عزم نمی دادند، چون که به هدایت آمدن عمر این خود یک مکافات برای آنها بود. با کمک مادرش سوره ها را از خود می کرد و پدرش باشد به او از تجوید درس می داد. سوره ها را حال و نیمکالا از خود کرده باشد هم نمازخوانی را سر کرده بود. اول همش را از یاد کنم نگفت، چون که دیگر نمیخواست الله را منتظر کناند. عمر به ایست هر روز اقلاً یک صحیفه کتاب مطالعه میکرد. اگر هیچ وقت پیدا نکند، از پروگرام تلفنش حدیث و آیت‌های هر روزه را مطالعه میکرد. روزی هر یک مؤمن نظر به روز دیگرش بهتر باید شود فکر میکرد عمر. بعضاً بدنش به نماز تنبلی کند، خواب دیده‌اش را به یاد می آورد و قلبش از خانه‌اش گویا جهیده می برآمد. خود را ملامت می کرد و زود به نماز می شتابید. با این وسیله روزها و ماه‌ها می گذشتند. از عمر پیشینه حتی اثر نمانده بود. با تمام دوستان و دختران علاقه را کنده بود. در حق آنها نیز دعا کرده هدایت می پرسید. مخصوصا در حق دخترانی که با آنها عیش و عشرت کرده بود، چون که با آنها برای عیش و عشرت گپ زده آنها را فریب میکرد. عمر شب در شکل مکمل غسل کرده، موی سرش را شانه کرده، در بدنش لباس تازه و در سرش تاقیه‌اش را گذاشت. امروز شب معراج بود. عمر مراتبه اول در شب‌های با قدر بیدار نشینی می‌کند. به نزد پدر و مادرش رفته دستان مادرش را بوسه کرد و با چشمانش بر دوام نظر می‌کرد. سپس به سوی مسجد راه سپار شد. در مسجد نماز خفتن را با جماعت ادا کرد. و آدمان به خانه رفتند. عمر باشد به خانه نرفته، از بین کتابان قرآن کریم را با دست گرفته مطالعه کردن را سر کرد. هیچ از خواندن سیر نمی شد. از کلام پروردگارش هیچ سیر نمی شد. با چشمان اشک مطالعه می کرد. این کلام پروردگارم گویان با چشمانش می مالید. تمام شب را با قرآن گذرانید. در قریبی های سحر 2 رکعت نماز ادا کرده سرش را از سجده بالا نبرداشت. با چشمان پوشیده بیایید حبیبم بیایید می گفت. در همین حالت چقدر وقت ایستاد. در درونش یک چیها می گفت. شاید با پیامبر سخن می گفت، شاید به ایست صلوات می گفت، نامعلوم. و ناگهان مسجد را بوی خوش نامعلوم احاطه کرد. این بوی مشک مسجد نبود. این دیگر نه بوی گل‌هایی که ما می‌دانیم و نه به بوی مشک عنبر. بوی دنیاوی نبودنش عمیق بود. چگونه این بوی را فهمانید؟ انسان در دوام عمرش فقط یک مرتبه این بوی را حس می‌کند، اگر نصیب کرده باشد. عمر با تبسم گریه می‌کرد. همانا سرش در سجده. آمدید حبیبم و نهایت آمدید. خوش آمدید نبیم. و سپس
به مسجد یکمین شده برای نماز بامداد امام در آمده آمد. عمر را دیده حیران شد و از دور کمی تماشا کرد و تبسم کرد. به نزدش رفت و ای عاشق برخیز، اکنون حاضر وقتی بامداد می شود گفت. و امام نیز ایفار عجیبی مسجد را حس کرد. رویش زود تغییر یافت. آخر می دانست که عمر نمی جنبید. امام به او نزدیک شده دستش را به کتف او مانده عمر گفت. عمر در حالت سجده ایستاده به زمین افتاد. به عذاب عمر را به زمین خوابانید. در روی عمر تبسم بود. آب چشمانش باشد بر رویش یخ کرده بود. و چشمان امام بی اختیار اشک جاری شد. سجده کرده گریه کرد. یک چند ماه اول عمر را در بیرون دیده چقدر خفه شده بود. امروز باشد به او هوس می کرد. این گونه خاتمه را کی هم نمی خواست. انگشت عمر برای شهادت برداشته شده و در همان حالت کرخ شده مانده بود. امام آهسته پیچ راست کنان شهادتت قبول گردید ای عمر. عمر را شستند، کفن کردند. پدر و مادرش از غم گریه می کردند. امام باشد خب کنید، گریه نکنید می گفت به همه. آخر او به نزد عاشق خود سفر کرده رفت. به نزد عاشق خود. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.